طریقه نشستن در آیکیدو به این شکلی که اول یکی از پاهامون رو، مهم نیست پای چپ یا پای راست، ما در اینجا پای چپ رو خواهیم روی پای چپ رو زمین، زانو رو زمین، پای بعدی میاد بغل اون پا و نشست میکنیم. باید توجه بکنیم که باسن بین پاشنه‌های پا قرار میگیره. دست روی زانو و سر و سینه صاف، سر رو بریم. در این حالت سزا که نشستیم، انگشتای شست میتونه بغل هم باشه، میتونه روی هم باشه یا حتی میتونه انگشتای دیگه هم روی هم باشه، ولی به شرطی که باسن بین پاشنه‌های پا قرار بگیره. به این حالت میگیم سزا. حالت دیگه که روی گل پا باشیم به این شکل، به این حالت میگیم کیزا. حالت کیزا هست و سزا. فاصله دو تا زانوهامون به اندازه 2 تا مشت برای آقایون و 1 مشت برای خانم هست. دست ها روی زانو، پنجه ها به این شکل نیست، یک مقدار مایل به داخل. هم میتونیم روی زانومون قرار بدیم و هم میتونیم جمع بکنیم روی رونمون بذاریم. این طریقه نشستن در آیکیدو هست. طریقه احترام گذاشتن به این شکلی که دست چپ رو میاریم روی زمین میذاریم، دست راست میاد بغلش، توسط انگشت شست و نشانه یک مثلث تشکیل میدیم، سرمون رو میاریم پایین و احترام میذاریم بدون اینکه باسنمون از رو پاهامون کنده بشه و جدا نمیشیم به این شکل. و بعد دست راست رو جمع میکنیم روی پا، دست چپ رو جمع میکنیم و احتراممون تموم است. お願いします。و بعد موقع بلند شدن هم به همین ترتیب می‌ایستیم و گاردمون رو میگیریم. حتما یادتون باشه که زانوها به این شکل صاف نباشه و زانوهامون رو همیشه خم کرده باشیم. به خاطر داشته باشید که در گاردی که می‌ایستیم همیشه پاشنه پای جلو عمود بر گودی پای عقب به این شکل باید عمود باشه. از پهلوین رو نمایش میدیم. عمود بر گودی پای عقب. به عنوان مثال اگر پای جلو به این شکل قرار بگیره، پای عقب باید بره پشت پای جلو به شکلی که عمود باشه بر گودی پای عقب یا فرقی نمیکنه. این پا بیاد به این حالت قرار بگیره، این پا میره پشت پای جلو. اگر رو به دوربین بخوایم رو نمایش بدیم، پا عموده، یکی پا باید بره پشت پا طوری که عمود باشن بر. شیکو در آیکیدو یا راه رفتن به روی زانو به این شکل. پای اول رو برمی‌داریم کف روی زمین، پای عقب رو جمع می‌کنیم پای راست. زانوی اول رو می‌ذاریم روی زمین، زانوی دوم میاد از بغل زانوی اول رد میشه میره جلو، بلافاصله پای عقب رو جمع می‌کنیم. اگر بخوایم مخالف بریم به این شکل میشه. مهم نیست که پای چپ رو شروع میکنیم یا با پای راست شروع میکنیم. این طریقه رفتن روی زانو بود. اوکمی با گارد چپ شروع میکنیم. اوکمی یعنی افت زدن، چرخیدن روی زمین و برخاستن. شروع کن خواهش میکنم. با گارد چپ زد با یه نیم چرخش 180 درجه به شدت برمیگرده.
به راحتی ما میتونیم بچرخیم و از یک سمت به سمت دیگه قلب کنیم. یعنی اگر از سمت چپ شروع میکنیم به این ترتیب، از سمت راست میایستیم و اگر از سمت راست شروع کنیم سمت چپ میایستیم. این نحوه اوکمی زدن است. کشی رو اوکمی یعنی افت به پشت. از پای عقب شروع میشه، خواهش می‌کنم انجام بدید. از پای عقب شروع میشه و افت میزنیم. با همون حالت بلند میشه، یعنی روی پا رو زمین، زانو رو زمین و افت. یک چرخش حالت نیم دایره‌ای به خودمون میدیم. وقتی پاها رو میاریم بالا، میتونیم از لنگر انداختن پا بدن رو بکشیم بالا و راحت بایستیم. در این حرکت خواهش می‌کنم دقت بکنید که همیشه زانوتون روی زمین باشه و به طور عمودی نایستید و به طور مورب بایستید. ادامه بده خواهش می‌کنم. به صورت عمودی نمی‌ایستیم و به صورت مورب میاییم بالا. کوه اوکمی انجام بده خواهش می‌کنم. کوه اوکمی به اوکمی گفته میشه که از این سمت میایسته، با همون سرعتی که اوشیرو اوکمی میزنه میایسته. در این زمان از زمان کوتاه استفاده میکنیم و با یک حرکت 180 درجه چرخشی رومون رو برمیگردیم به مخالف و اوکمی بعدی رو میزنیم که میتونیم پشت سر هم به تعداد زیاد اوکمی بزنیم. برای شروع ما میتونیم از 10 تا استفاده بکنیم در هر تمرین و بعد تعدادش رو باید برسونیم برای 30 تا برای امتحان دادن به درجه زرد رسیدن، که در آزمون کمربند زرد نیاز هست که 30 تا مای اوکمی و 15 تا اوشیرو اوکمی بزنیم. در توبیکوشی اوکمی یک شخص میشینه به این حالت و شخص دوم میاد از روی این شخص اوکمی میزنه. کوشی یعنی کمر، توبی یعنی پرنده. توبیکوشی اوکمی. اوکمی هست که از روی کمر حریف رد میشه و قلط میزنه. ادامه بده خواهش می‌کنم. اسمش هست توبیکوشی اوکمی. برای کمک برای توبی اوکمی از این حرکت استفاده میکنیم. کمربند حریف رو میگیریم و با همون دست اوکمی میریم و همون پا. کمربند رو ول نمیکنیم و رها نمیکنیم تا آخرش نگه می‌داریم. وقتی برخواستیم با دست مخالف این کارو میکنیم. باید دقت داشته باشیم که وقتی کمربند حریف رو میگیریم آرنجمون به طرف سر حریف باشه و روی بدن حریف قرار بگیره. این یکی از حالتاش هست. حالت دوم رو میخوایم انجام بدیم. حالت دوم اینه که دستمون دور کمر حریف قرار میدیم، هر دو دست، و از این حالت شروع میکنیم به اوکمی زدن. باید دقت داشته باشیم که به سمت حریف همچنان که میبینید در تصویر